با حدود 600 میلیون چه ماشین کارکرده اتوماتیک بخریم بهتره. پژو 207 ماشینی که میدونی طرف پول داره ولی نمیدونی چقدر. لوازم یدکیش هم سوپرمارکت سر کوچه‌تون داره. برلیانس بی ام و مناطق محروم شایع شده بود توی شیفت شب کارخونه بی ام و تولید شده. لوازم یدکیش هم تو بازار راحت‌تر پیدا میشه. 207 طراحیش هیچ وقت قدیمی نمیشه. عجیبه. ولی شبیه مای تلسکوپی میمونه. تو نسخه‌های جدیدتر چراغ جلوها لنز و دیلایت داره. خط عقباش LED طرح نئونه. برلیانس طراحیش شما بگین. چراغ جلوهاش که کاسه هالوژنه، خط عقباش هم لامپیه. خبری هم از دیلایت توی چراغ جلو نیست. فضای عقب برلیانس به شدت راحته. خیلی هم مثل لوکس بودن میده اگر که داخل کرم باشه. توی فضای جلو ما کنسول وسط رو داریم، کروز کنترل نداریم، سانروف داریم، صندلی‌ها راحته، صفحه نمایشگر نداریم، کولر دیجیتال نداریم، یه گیربکس 4 رنده اتوماتیک داریم. توی 207 یه گیربکس 4 رنده اتومات داریم، کولر دیجیتال داریم، فضای پای جلو مناسب برای افراد 1 تا 3 متر، کنسول نداریم، توی مدل بالاها مانیتور داریم، سانروف نداریم، کروز فابریک داریم، فضای ردیف عقب هم تا زانوشو داریم. علت خرابی سیم کاپوتو نمیتونیم بدی بالا. یه موتور 1.6 لیتری 113 اسب بخاری داره که شتابش هم 12.5 ثانیه است، مصرف سوختش هم 7.5 ترکیبی. واقعا اینه؟ برلیانس یه موتور 1.5 لیتری 103 اسب بخاری داره که 14.5 ثانیه هم سرعتشه 0 تا 100ش. البته که میگن مصرف سوخت این ماشین به صورت ترکیبی هم 7 لیتره میگن، حالا ما نمیدونیم. این یه نسخه دیگه هم داره از موتور. برلیانس نسبت به 207 صندوق بزرگتری داره. حالا شما بگین